مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که سانه 1 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 14:03 در راه ماشینگرد خیابان اوفیز شهروزی در روبروی مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 автомашین تمغه اوپل زفیره رقم‌های قید دولتیش 1615 FF01 تحت اداره شهروند مومن رستم سال تولدش 1993 ساکن شهر استرافشن ولایت سوخت هنگام به سمت چپ گشتن به автомашین تمغه من رقم‌های قید دولتیش 261 XT01 تحت اداره شهروند احسنов محمد رجب سال تولدش 1986 استقامت کننده نوعه رودکی برخورد است. در نتیجه راننده و دو مسافر اوپل زفیره مردان 38 ساله ساکن استرافشن با جراحت‌های وزن جسمانی در بیمارخانه بستری کرده شدند. قبلا پرویز تیوی در کانالش در تلگرام ویدیویی را از جای صدمه نشر کرد. خبر داد که در این حادثه دست کم 5 نفر زخمی شده، 1 نفر جان باخته است. اما میلیسیای دوشنبه گفت خوشبختانه کسی در این صدمه جان نباخته است. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.